سلام دوستان عزیز، حال دلتون چطوره؟ انشاءالله که هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه، تنتون سلامت. قراره بریم یک فال تاروت جذاب بگیریم با یک موضوع جذاب که خیلی درخواستش رو داشتید. موضوع راجب رقیبه. میخوایم ببینیم تو رابطمون رقیب هست؟ اگر رقیب هست آیا پوچ میشه؟ آیا میره؟ آیا قراره رابطه با ما ادامه پیدا کنه یا با رقیب اصلا کیسمون داره بهمون خیانت میکنه دستش رو میشه؟ پس قراره این رابطه احساسی رو ببریم زیر ذره بین تاروت و ازش بخوایم که به ما آنچه که نمیدانیم رو نشون بده و قطعاً بی‌طرفانه این کار میکنه. بارها گفتم تاروت خوبیش اینه که بی‌طرفانه قراره برای ما یک سری چیزها رو مشخص کنه. خب نیت بفرمایید انرژی مثبت، قانون جبران، لایک بفرمایید دوستان عزیز. و با انرژی مثبت اسم شخصی که باهاش توی ارتباط هستین رو زمزمه کنید و این درخواست رو با این زمزمه به کائنات ارسال کنید برای اینکه مشخص بشه شما راجع به چه کسی میخواین بدونید. خب لطفاً سابسکرایب کنید، زنگوله پیج رو فعال کنید و از ما حمایت. فال شخصی خواستین با شماره 0938 222 0338 میتونید در تماس باشین. خب فال گروهیه، برای همه صدق نمیکنه اما برای همه صدق نمیکنه اما تا جایی که من بتونم این انرژی مثبت رو به شما انتقال میدم. توی رابطه‌ای که داره لنگ میزنه همه چیز، رابطه‌ای که بی عیب و بی نقص نیست، بی تنش نیست، بی چالش نیست، یک رابطه‌ای که شاید بگم یک عضوش نیاز به درمان داره، یه جاش میلنگه، قرار گرفتید و توی این رابطه بله رقیب هست. ببینید کارت یعنی میگه کسی، البته داره میگه هنوز شخص مقابل شما بهش بله نداده، اون طرف داره تلاش میکنه، تمام تلاش خودش رو میکنه که با کیس شما وارد ارتباط بشه و به غیر از شما پس کسی هست زوم باشه روی این آقا یا خانوم که باهاش وارد ارتباط بشه. و به شدت میتونم بگم رقیب قدریه چون دست بر نمیداره. این نیست مثلا بگیم طرف بی خیالش بشه، بهش پشت کنه، احتمال این که بره و دیگه نیاد هست. نه، پروتر از این حرف هست. تلاش میکنه و برای رسیدن به خواستش حاضر همه چی رو فدا کنه، همه چی رو از دست بده، همه چی رو زیر پا بذاره، غرور، احساس عزت نفس، مال، بعضی وقتا اصلا کیس قبل خودش ممکنه وارد کیس داشته باشه و بخواد ازش بگذره فقط به این دلیل که خیلی چیزا رو زیر پا بذاره برای رسیدن به خواستش که کیس شماست. و احتمال این که یک دعایی انجام بده و حتی این دعاییه که رو توی آب انداخته شده و این دعا گرفته شده هست. حالا کیس شما داره چه میکنه؟ به این شخص خودخواه، اینجا خودخواهیش به درد شما خورده و حاضر نیست فعلا با اون، یعنی داره مخالفت میکنه. البته اینم بهتون بگم یه جاهایی استراب داره برای این که اصلا بخواد این موضوع رو بپذیره، میترسه، استرس داره، یعنی شاید ته قلبش یه قلقلکی اومده باشه ولی اون احساسش یه قلقلکی اومده باشه اما میگه نکنه چیکار باید بکنم، نمیدونم، نکنه بفهمه اصلا این کار درسته درست نیست و اینا. اینجا غرور و خودخواهی یه جاهایی به شما میاد کمک میکنه اما در نهایت من لغزش میبینم، میلغزه توی رابطه، یک لغزشی پیش میاد. ببین من نمیبینم کامل با این شخص وارد ارتباط بشه ولی شاید همون قلقلکی بشه این که دلم میخواد
که این اتفاق بیفته، فضا رو آماده کنم که این اتفاق بیفته. باشه بذار یه فرصتی بهش بدم. حالا چی میشه؟ میگه اگه میخوای این رقیب نیومده بره، جنجال به پا نکن، قهر نکن، میدون رو خالی نکن. با حرفایی که عزیزم من به شما اعتماد دارم، میگه با خوشبینی برو جلو، با فرکانس خوب، انرژی خوب برو جلو و تو میتونی کاری کنی که این رقیب به صورت حتی موقت، من دارم فال موقت میبینم، یعنی میبینم یک تایمی میره به صورت موقت، فاصله میگیره و شاید بگه که بذار یکم زمان بگذره دوباره برمیگردم. پس این شخص فعلا با کیس شما وارد رابطه نمیشه، به شرط اینکه شما اون سیاست رو داشته باشی و سعی کنی با خوشبینی، با انرژی مثبت با کیست صحبت کنی، یا با سیاست در لفافه صحبت کنی، بهش یه چیزایی رو بگی فلانی من میدونم اینجوریه اونجوریه، اما نه اینکه بخواین مستقیم بهش اشاره کنید، چون گارد میگیره اگر بخواین این کارو بکنید و راه رو برای اون طرف راحت تر میکنید. اما میبینم توی این فاصله که شخص میره، گره ها، شک ها و تردید ها دست از سر شما بر نمیداره و یک تایمی این شک مثل خوره توی ذهن شما هست و این کاملا طبیعیه، ولی شما میتونی جلوشو بگیری عزیزم. سعی کن توی رابطه باشی، سعی کن فراتر نری، سعی کن نگران چیزهایی که هنوز اتفاق نیفتاده نباشی. این باعث میشه تمرکزت رو بذاری روی رابطه خودتون و فرصت رو به اون شخص ندی. حالا چی میگه؟ میگه این تایم دقیقاً تو اون شکه یک معجزه برای رابطتون ایجاد میشه، به وجود میاد و این معجزه از طرف آقای این ارتباطه. اگر خودتون آقا هستین یا کیس مقابلتون آقاست، اون معجزه رو براتون ایجاد میکنه و چشماشو باز میکنه به اصطلاح توی رابطه و میاد و یک اقدامی برای بهتر شدن ارتباط میکنه. آقای این رابطه سعی میکنه از اون سرگردانی ها این رابطه رو دور نگه داره و یه جور دیگه به تو بگه اگر چیزی هم بوده موقت بوده و بهتره که برگردیم تو مسیر رابطه خودمون. شما باید چی کار کنید؟ یه کارت بکشم، میگه کمی فاصله بین شما و کیس مقابلتون الزامه توی اون تایم، وگرنه میزنید کارو خراب میکنید و باعث میشین رابطه بدون اینکه رقیبی بیاد داخلش شکست بخوره، بدون اینکه رقیبی بیاد، به خاطر همون شک و تردیدها. میتونم بگم این رقیب همونجا در جا احساسش و امیدش به بنبست میخوره. زمانی که گفتم اون شخص مقابل شما شاید یکم دلش بخواد این کار انجام بده، ولی فرصت رو دیگه بهش نمیده، به شرط اینکه شما هم اون فرصت رو به اون شخص ندین. آروم آروم رابطتون رو پیش ببرید. میتونید به لحظه های ناب برسید، میتونید نور رو بیارین توی رابطتون، میتونید انرژی مثبت رو بیارین توی ارتباطتون و میبینم که مردی که توی این ارتباط هست این تلاش رو میکنه و اینجا از فکرش، از سیاستش خیلی استفاده میکنه. بهتره که شما هم اگر خانم هستید همراهش باشید. یه جا دیدم ناپختگی یا بی سیاستی یا سادگی شما میتونه راه رو کاملا عوض کنه، پس بهتره کمی پخته تر عمل کنید. انشاءالله که خیرش پیش بیاد. اگر فال شخصی خواستید در خدمتتون هستم دوستان عزیز. 0938 222 0338